مشتری نفس کی است؟ الله است، خریدارش. و با پیسه از این چیز الله عوض چی میته؟ جنت میته. این در سورت توبه آیه 111 الله بیان کرده: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. یقینا الله خریده، یقینا بدون شک خرید الله از مؤمنین انفسهم، نفسایشان، جانشان، و اموال، مالشان را، مالشان الله خرید. پیسه چیست؟ بان لهم الجنه، این که در برابرش جنت است. پس تو جانت مبیع قرار بده، بفروش مالت، عوضش جنت بگی. اینال ثمن و عوضش چیست؟ پیسه، جنت است. چرا؟ به خاطر که جان خدا فروخت به خاطر رضای الله، الله برش جنت. الله یعنی جنت هزاران میلیارد دلار بتی بدسنم، هزاران میلیارد، ولی جان یایت اخلاص با توحید و به خاطر الله فقط جان تا قربان مالتا، الله برات جنت میده. یعنی کسی که جان و مال خود را میته، رضای الله را میگیره، و هر جایی که رضا الله باشه اونجا جان خود مصرف میکنه، مال خود مصرف میکنه. هدفش فقط الله است، مردم نیست، زمین نیست، دنیا نیست، شهرت نیست، قهرمانی نیست، صفت مردم هدفش نیست. اینال هر خدمتی که از این مومن بخوای، اگر جهاد بگوی جهاد میکنه، عبادت بگوی عبادت میکنه، دعوت بگوی دعوت میکنه، علم بگو بیا یاد کو دین الله را یاد میگیره. دوستان ما شما باید بر علم وقت بتین، بر قرآن، بر حدیث. بعضی دعوتگرا جوانا گروپا داره ما خودشان علم ندار، خودشان وقت نمیده. کم از کم 2-3 ساعت وقت بتین، بسیار عالم میشن شما. شما دینا یعنی علم یاد کردن کلان یک بخش جهاد هستی، یک نوع جد و جهد بخواد. زیرا اولین چیز علم است، دیگه همه قربانی های بعدی توسط علم میاد. و در این وقت دعا کنین، علم به خاطر عمل یاد بگیرید. وقت بتین، وقت بتین ضرور است، پشیمان میشن باز.